پلی بودم سخت و سرد، گسترده به روی یک پرتگاه. این سو پاها و آن سو دستهایم را در زمین فرو برده بودم. چنگ در گل ترد انداخته بودم که پا بر جا بمانم. دامن بالا پوشم در دو سو به دست باد پیچ و تاب می‌خورد. در اعماق پرتگاه آب سرد جویبار قزل‌آلا خروشان می‌گذشت. هیچ مسافری به آن ارتفاعات صعب العبور راه گم نمی‌کرد. هنوز چنین پلی در نقشه ثبت نشده بود. بدین سان گسترده بر پرتگاه انتظار می‌کشیدم. به ناچار میبایست انتظار می‌کشیدم. هیچ پلی نمی‌تواند بی آنکه فرو ریزد به پل بودن خود پایان دهد. یک بار حدود شامگاه، نخستین شامگاه بود یا هزارمین، نمی‌دانم. اندیشه‌هایم پیوسته در هم و آشفته بود و دایره‌وار در گردش. حدود شامگاهی در تابستان، جویبار تیره تر از همیشه جاری بود. ناگهان صدای گام‌های مردی را شنیدم. به سوی من، به سوی من. ای پل، اندام خود را خوب بگستران. کمر راست کن، ای الوار بی حفاظ. کسی را که به دست تو سپرده شده حفظ کن. بی آنکه خود دریابد. ضعف و دودلی را از گام‌هایش دور کن و اگر تعادل از دست داد، پا پیش بگذار و همچون خدای کوهستان او را به ساحل پرتاب کن. مرد از راه رسید. با نوک آهنی عصای خود به تنم سیخ زد. سپس با آن دامن بالا پوشم را جمع کرد و به روی من انداخت. نوک عصا را به میان موهای پرپشتم فرو برد و در حالی که احتمالاً به این سو و آن سو چشم می‌گرداند، آن را مدتی میان موهایم نگه داشت. اما بعد در خیال خود می‌دیدم که از کوه دره گذشته است که ناگهان با هر دو پا به روی تنم جست. از دردی جانکاه وحشت زده به خود آمدم. بیخبر از همه جا. این چه کسی بود؟ یک کودک؟ یک رویا؟ یک راهزن؟ کسی که خیال خودکشی داشت؟ یک وسوسه‌گر؟ یک ویرانگر؟ سپس سرگرداندم که او را ببینم. پل سر می‌گرداند. اما هنوز به درستی سر نگردانده بودم که فرو ریختنم آغاز شد. فرو ریختم. به یک آن از هم گسستم و قلب سنگ‌های تیزی که همیشه آرام و بی‌آزار از درون آب جاری چشم به من می‌دوختند. تنم را تکه پاره می‌کردند.